بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما ان شاء الله درباره توبه خواهد بود. دوستان گرامی، در این ساعتها، در این روزهایی که ما قرار داریم، چه بسا از ما بندگان خطا و نقصان سر میزند و ببینیم که شریعت الهی برای من و شما چه می آموزد در برابر این که یک نفر اگر از او خطا سر میزند، گناه از اون صادر می شود، چی باید کند. ببینیم که خدا و پیامبر در این باره به ما چی می گویند. دوستان گرامی، یکی از دوستان از توبه خود قصه می کرد که در این عالم هر گناهی که بود من دست زدم، اما در هیچ کدام از آن بعد از این که توبه کردم لذت را پیدا نکردم. لذتی را که در توبه دیدم در اون گناهانی که پیش از این من میکردم هیچ در نمیافتم. هر گناهی که از من سر میزد دل من سیاه میگشت، روزی من روزی بد میگشت، غمگین میشدم. اما اون ساعتی که توبه کردم خیلی از خدای خود راضیم که مرا به راه راست هدایت کرد و هر مالی که به دست می آوردم اون را در راه حرام صرف می کردم. در زندگی خود هیچ معنایی را در نمیافتم. دوستان گرامی قدر، یکی از معجزه های دین خداوند همین است که انسان را در این دنیا میخواهد خوشبختانه زندگیش را بیاموزد در بهترین حالت. حالا ببینیم پیامبر خدا فرمودند که این حدیث را امام ترمذی روایت میکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین توابون. هر یکی از فرزندان آدم خواه نخواه از او خطا سر میزند و بهترین خطاکار، بهترین گناهگار همان است که یک انسانی که از او گناه سر میزند همان است که در حال به سوی خداوند توبه کند. در این حدیث گوهربار ما خیلی یک درس بزرگ میتونیم بیاموزیم که در یک طرف حدیث کمبودی را میگوید، یعنی این میشود بیماری نامید که انسان از او خطا سر میزند و خطاکار است، و در طرف دیگر در حال پیامبر خدا برای ما تبابت این خطا را آموختند که بهترین خطاکار همون نفر است که اگر گناه از او سر میزند در حال توبه کند به سوی خداوند و به سوی الله بازگشت کند. دوستان گرامی، 4 چیزی هست که علما میگویند اگر هر نفری که این 4 چیز را کسب کند خداوند 4 نعمت دیگری را بر او عطا میکند. کدام است؟ اول این است که هر نفری که اگر به سوی خداوند دعا کند، دائم دست خود را برداشته دعا کند نزد خداوند برای بخشیدن گناهانش و برای نزدیک شدن به خداوند، خداوند دعای او را حتما که قبول میکند. و الله مهربان میفرماید: ادعونی استجب لکم. شما مرا دعا کنید و من دعای شما را قبول میکنم. دوستان گرامی، این نقطه را باید آموخت که هر ساعتی که ما در روزگار خود میابیم، ساعتی فارغی که پیدا میکنیم، حتما که دعا کنیم به سوی خداوند. الله ذات است که دعای دعا کننده را رد نمی کند، قبول می کند. دوم چیزی که اگر ما کسب کنیم حتما که خداوند او را قبول می کند، این استغفار است، طلب مغفرت کردن از گناهان. و الله مهربان می فرماید: انه کان غفارا. خداوند ذات است که بخشنده است. هر نفری که طلب مغفرت کند خداوند او را مغفرت می کند. و سوم عملی که علما بیان می کنند این شکر است که الله مهربان می فرماید: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما به خود شکر را کسب کنید، یک بنده به سوی خداوند اگر شکر میکند به نعمت‌هایی که بر او داده است، شکر را میکند و شکر خود را زیاد، الله مهربان در مقابل این شکری که بنده میکند حتما که برکت در زندگی او میافزاید. و این چنین و نقطه را که امروز ما میخواهیم، امروز برنامه ماست توبه است که اگر هر نفر توبه را به خود کسب میکند خداوند توبه کننده را قبول میکند. و الله مهربان میفرماید: و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. الله مهربان ذات است که
توبه بندگانش را از کفر و از معصیت قبول میکند و الله مهربان گناهانی که از بنده سر میزند در میگذرد از این گناهان و خداوند میداند آن چیزی که بندگانش انجام میدهند. دوستان گرامی، کوشش کنیم که این 4 عمل را به خود کسب کنیم و اگر کار و فعالیت ما زیاد است و نمیتوانیم، حداقل به خود کسب کنیم که بعد از نماز خفتن پیش از خواب 2 رکعت نماز بخوانیم و این 4 عملی رو که علما بیان کردن، یکی دعا کردن، استغفار کردن، توبه کردن و شکر به نعمتهای الله کردن را به خود کسب بکنیم و خداوند ما را بی پاداش نمیگذارد. دوستان گرامی، اشاره دیگری هست که در این ساعت که ما قرار داریم که خواه نخواه از ما خطا سر میزند و سوی خداوند باز بگردیم. همه سعادتمندی این دنیا در صلح با خداوند است. اگر با خداوند صلح کنیم، اگر به سوی خداوند باز بگردیم، از حرام ها دست بکشیم، حتما که روزگار ما خوشبختی را میابیم در این روزگاری که ما داریم و هر مصیبتی رو که امروز در عالم دیده می شود و خاصتا در بین جوانان مسلمان از این است که رو به معصیت آوردن و تا زمانی که با خداوند صلح نکنیم خوشبختی را در نمیابیم. و زیبا می فرماید مولوی که جوان ره طاعت امروز گیر که فردا نآید جوانی ز پیر. امروز که ما جوان هستیم، امروز که فرصت داریم به سوی خداوند باز بگردیم و توبه کنیم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در ره طاعت بکوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی، که رفت به توبه از این دار فانی. به فرض گر رسی در پیری ای یار، قد پیری ندارد طاقت بار. بکش بار عبادت در جوانی، به طاعت کوش چندی که توانی. دوستان گرامی، این نصیحت مولوی را در خود کسب کنیم که در این جوانی، در این ساعتی که ما حالا فرصت داریم، به سوی خداوند باز بگردیم، توبه کنیم تا اینکه از این دنیا با ایمان و با تقوا و با خدا ترسی رحلت کنیم و نزد خداوند سربلند باشیم. الله مهربان برای هر یک من و شما توبه نصوح را عنایت بفرماید و یکایک شما را به الله منان می سپارم. خداوند یار و مددگار.